سلام دوست عزیزم. بیا با هم الفبا رو اول بخونیم. الف ب پ ت س جیم چه ه خ دال زال ر ز ژ سین شین صاد زاد تا زا عین غین ف قاف کاف گاف لام میم نون واو ه ی اینو با هم خونده بودیم که صدای ای میداد. اینم خوندیم که صدای ا میداد، مثل انار. امروز میخوایم او رو یاد بگیریم، مثل اردک. خب حالا یه مرور کنیم، اول سر بزنیم به آقای الف. الف، آی کلادر اول میاد، مثل آب، مثل آفتاب. اینم آی وسط یا آی آخره، مثل بابا. بعد ا رو یاد گرفتیم، ای اول رو یاد گرفتیم، مثل ابر. ابر. اینم ای وسطه که وسط کلمه میاد، مثل ب-ا، برادر، مثل ب-ا، بد، مثل میتونی یه مثالی بزنی فکر کنی، مثل د-د-ا-ر، در. آفرین. خب امروز میخوایم او رو یاد بگیریم. این علامت رو که میبینی وقتی بالای الف بیاد، به الف صدای او میده و اول کلمه میاد، مثل اردک. اینم وسط کلمه میاد روی حروف، مثلا مثل خو، خورشید، مثل اب. ابر؟ نه، میتونی یه چیزی بگی که او داشته باشه. ابر که او نداره، مثل آفرین، مثل او. نه، مثل چی؟ مثل منم دارم فکر میکنم. بس با هم فکر کنیم. یه حیوان رو فکر کنیم، یه حیوانی که علف میخوره، مثل ب ب ب او، بو، بز. بز. حالا الان عکسشو بهت نشون میدم. یه حیوان رو بگیم که با او شروع بشه، اردک. یا مثل الاغ. الاغ. آخه الاغ رو ببین اینجا، او داره. اینم اوه، مثل اردک که گفتیم، اردک. و اینم او، خورشید. این بزه، ب او، بز. همشون صدای او میدن.